همه چی رو میدونه، عمو جانی رو میشناسه. خواهرشم. خواهرشی؟ به این ماهانت چه حالی میکنه با این زبون؟ عمو جانی پشمای پاتو بزن. مردم اینا بابا که آبشون بیاد نده. مخ منو زدی الان. مخ زدن چجوریه؟ من هم آیدیمو دادم هم همه چیز. نه بیشتر. 95 روش‌های ضد بارداری رو میدونه. امشب هم میخواد به در مورد پرده تحقیق کنه. دارم بهت آموزش میدم. بریم حرفای مثبت 35. آخه بچه ای من نمیتونم بگم کار کنم. کوفته بچه ای گناه داریم. به میگم وقت بچه باز. فیلمتو میذارم یوتیوب ها، دهنتو سرویس میکنم. چند سالته؟ من در حال حاضر 15 سالمه. خوبه بار رسید. به هر کی میگم 9 سالمه باور میکنه. آره واقعا. سوتیان هم داری ولی کوچیک. چی؟ سوتیان نداری؟ چشمت رو چیه؟ چشم من فقط دنبال من میگرده. عمو چیه بابا؟ بلا نسبت عمو بابایی بابا بزرگی پا. اگه 20 سالت بود حداقل میگفتم عمو، تو بابا بزرگی. حالا خب بیا من شوگر دادیت شم. اوه نه بابا. والا شوگر دادی خوشگل رو پا. ممه دوست. کم کم اینو همه میفهم. نه معلوم شوگر دادی چند تایی تا. نه بابا من اینجوریم. آره بین دست انگشتا خطا میگم که اینجوری میزنم. خود تو سره قربه قیافتم یه جوری میشه، چیزی انگار میره داخلت. یعنی چی میره داخلم؟ من بیشتر داخل میکنم. خب از این قیافه خودتم انگار داره میره چیزی فرو میره داخل. نه دستم یه جای دیگه. دستت کجاه؟ بگم کجا؟ اسم اونم بیارم برای 15 ساله به خجالت بکش. خفه شو. تو میگی دستت کجاست؟ بگم خفه شم. آره نه اسم من اسماء. قربونت. اسم تو چیه؟ چند میخوری؟ ها؟ چند میخوره بهم؟ میگم اسم چیه؟ میگم چند؟ آها اسمم چیه؟ چی میخوره بهم؟ چند میخوری؟ عمو جانی ورژن اینطوریشو ندیده بودیم مو داشته باشه. دهنت سرویس. مگه تو عمو جانی رو دیدی؟ 15 سالته. یو اول فرد عمو جانی مودا. آره ریش هم داره، سیبیل هم داره ماشا. نه دیگه. آره دیگه. دوست پسر داری؟ خدایی بگو میخوام بذارم یوتیوب دیگه هم ببینم. خب میگم داری؟ نه تو عمو جانی رو میشناسی بعد دوست پسر نداری؟ کی عمو جانی رو بهت معرفی کردن؟ دوست دختر نداشته باش با هم لاس بزن. من ندارم دوست پسر ندارم. نه بابا به جان اسم. یعنی هر شب. آره تو این سن میدونی چیه؟
خفه شو. من خفه شدم. حالا ابتدایی معلماتون این چیزا رو بهتون یاد میدن. علمم بالاه. این علم اگه نیست بخوای که. علم بیا تا من به تو آموزشم بدم. آموزش بده بیا. فکر کنم میخوای به من آموزش بدی الان. آموزش بارداری رو بده. چیکار کنیم که باردار نشیم. فقط دیگه چی بلدی بگو. روش‌های ضد بارداری. بیا یه کار دیگه کنیم. بیا انواع چیزا رو بگو. انواع پرده ها رو بگو. پرده خانوما. آره اگه حلقوی باشی که زندگی به کامته. تا صبح باید برم درباره‌شو بخونم. بعد پیدات میکنم بعد میام توضیح میدم. آها این قشنگ. بیا توضیح بده این بعدن. باید خودم. به خدا من دیگه روم نمیشه به چیزی بگم. یعنی الان دارم سن تو تصور میکنم این حرفا رو میزنی اصلا نمیدونم چی بگم. انقدر بلدی. چجوری میخوای بیایی برام توضیح بدی؟ وای همین الان گفتم. ها؟ تو بیا. من بیام؟ تو بیا میبرم طبقه بالا توضیح میدم. از این موضوع بکشیم بیرون. الان شک میکنم که اینو بخوابونم. من شک میکنم کی بخوابونه؟ آره تا صبح باید میزنی. یا اول 15 سالته مثلا تو کتم نمیره. دوست دارم مثلا الان داستان مثلا چیزو بگم مثلا شنگول و منگول. آره ولی داری در مورد روش‌های ضد بارداری صحبت میکنی. اگه فیلمو بذارم یوتیوب مثلا خانواده‌ات نمیگن اینا چیه گفتی؟ اونا خود نمیبینن. اگه ببینن دارم بهت آموزش میدم. یه جایش گیر کرد. اسما بس خدا قدم یکی خودم میزنم الان. برو بعدی. بس اینجوری بزنم تو گوش خودم بگم تو چرا تو 20 سالگی هم اینا رو نمیدونستی؟ خودمو پیدا میکردی. من که 20 سالم بوده تو اصلا به دنیا نیومدی. تو موز بودی اون موقع. چی بودم؟ تو موز. اون موقع باید همون موزو نخورده بود که تو اون ویتامینه بودی. خفه شو. میگه که خوشحالم بابات اون شب کم نذاش. بچه باحالی هستی. ولی من این فیلمو میذارم تا همه ببینن بابات به جای اینکه آبش بیاد انش اومده. عمو جانی پشمای پاتو بزن. عمو جانی با پش قشنگه. اون فیکه که پش نداره. آره بدون مرد بدون پش ورژن که باموش. نمیشه. و مو بره تو دهنت بچسبه به این دوتاتون. اصلا یک کثیف کاری اون وسط میشه. باید ببینی. نه چرا باید بمونم؟ من اصلا با تو دیگه مسخرم میاد حرفای معمولی بزن. ما باید بریم حرفای مثبت 35. دیدی؟ آها این مامانته. خفه شو. گفتم نه معلومه. این کیه؟ چیزا دخالت میکنین؟ دارم در حال صحبتم. این کیه؟ بذار نه. این کیه؟ حواسش رفت. خواهرشم. خواهرشی؟ یکی بزن تو گوشش. چیکار کرده؟ من چیو میدونه؟ عمو جانی رو میشناسه. خب دوست داره آشغال. گوش کن روش‌های ضد بارداری رو میدونه. خب
امشب هم میخواد به در مورد پرده تحقیق کنه. بچت صدا تا آشغال. الان رفت. میگو رفت. اون خجالت کشی، تو خجالت نمیکشی؟ من فکر کنم مادرت ترسیدم، گفتم یه دفعه یه چیزی نگه من زود میرینم به خودم. چرا مثل خود 25 25 سالشه، بعد نمیتونه به تو بگه مثلا فلان کارو بکن. گفتی برو بابا. شنیدی؟ اسم بهش گفتم اسم غلط خواهرت می‌کنی چیه؟ خودت سرشو میاری و داخل دوربین. آها تازه بی خودم کرده سرش آورده تو دوربین. اسمش چیه؟ سحر. سحر. خیلی قشنگه سحر. خفه شو. سحر. خفه شو. خفه شو. سحر بیا گوشی رو از این بگیر. من دیگه نمیکشم. خفه شو. خفه شو. مثلا اینو میخوام آیدی اینستاتو بهم بده. آیدی اینستام دست ادمینه. خب پیام نده. فقط میتونی ببینی. یه بله. پیج بده. پیام بدیم مسخره کنیم بخندیم بگیم. شماره رو میخوای بگیری؟ میخوای بیای در مورد چی صحبت کنی با من؟ با اکانتم. برام میفرستم دیگه. آره خودت هم با هم عبادت کنیم. آره. شوگر دادی میخوای؟ نمیدونم. دهنت سرویس. اون 25 ساله بیچاره از چی خبر نداره هنوز. تو داری از الان برای خودت مخم میزنی. مخ منو زدی الان. مخ زدن چجوریه؟ من هم آیدیمو دادم هم همه چیز. یه پیج شخصی بده که تنها با هم صحبت کنیم. خب الان من دادم دیگه. شماره گرفتن چجوریه؟ مخمو زدی. آیدی پیام میدی. پیام میدم. پیام میدی؟ میخواین چی بگی؟ آره. من برای ویدیو این حرفا رو میزنم. آره. بیام تو پیوی به تو چی بگم آخه؟ در مورد چی میخوای؟ نمیتونم. حدیث جون. بگو کوف. بگو کوف. حدیث این حسودیش میشه من با تو حرف بزنم. میخواد منو برای خودش نگه داره. ولی من میتونم با تو هم باشم. گم شو. شوگر دادی یا پا. چه روم تعصب داری از الان؟ بذار با هم حرف بزنیم. بزن رو نکس. یه دقیقه وایسا بک. آها نه همه میفهمن تو مال. همه میفهمن. نزنی بعدی. من مادر اون کسی که بزنه یا بعد همه میدونم یه خوبه دیگه. من نمیزنم تو هم نزن. همین من تا صبح نمیشنم. من گوشی میزنم تو شب. آقا باش همینجا من میشینم. ما 2 تا مینی چت داریم. تو برو ما من اومدم بیرون. بیرون. ما با اون یک دیگه زر نزنید. مردم دارن شما دروغ میگی. بزن بعدی. بزن بعدی. اون کلات که الان توی انه. کلات توی انه. میفهمیدم چی؟ میخندی؟ کلات توی انه؟ آره میخندی گذشته ولش کن. معلومه بد دوتا نداداش، ما همجی گیر سرتون نکردیم. آز ما مخ اتفاقا کردین تو بابا گوشی. معلومه تو قیامتشون. واقعاً مردم اینا بابا که آبشون بیاد اومده. کنم صورت تو ببینی مردم مسواک گرفت. اینا رو ببینی. این دوتا اسکل رو ببینی. بذار ببینن زدن رفت.
فوش میدی؟ خواهی این فوش میده بیادبه داداش فیلم ما رو نذاری آبروی ما رو ببری ها. نه اون قسمت که لخ شدی میخوام بزنم. او جوجه با اون رنگ سفیده. جان داداش به ریش نیست به ریشه است. گفتم که به ریش نیست دیگه. من اینا رو مامانت خوشش میاد که اینجوری گذاشتم. والا جانا به خدا گفت اینجوری بذار ریشاتو. قبلا بلندتر بودن. مامانت هم بی ریش دوست داره. من اصلا مامان ندارم. اه آره پس خواهره مالیدی خواهرت پس دوست دارم. جدانا پسرم دوست دارم. اوه، من 3 تا دیگه دارم. اه آره حواست باشه به تجاوز نکنن. نه یکیش مامانته. ازش بپرس بهت میگه چند سانته. چند سانته؟ مامانت میدونه. خب بیا منم بدونم دیگه. چرا تو باید بدونی؟ پسرم پسر من که اینقدر بیادب قرار نبود باشه. دارم برای مامانت. نداری باید بیام یه دارم برای مامانت. این دفعه باید از پشت. خیلی بچهش بیادب شده. اصلا بچه منو ریده تو تربیتش. ریده تو تربیتت. قبول کن. ریده تو دهنه. حتما ننه من ریده تو دهنه دار. آره یه بار داشتم میخوردم روی. ای بابا بهش بگم یه جای تمیزتر برینم که ریدنش نیست رو قیافه اصلا ببین من انی کنی. اصلا من انم تو مامانتم. ولی خوبه که خودت ندانی انی همین کافیه. آره مامانت ام خیلی دوست داره. آدمای ام خوشش میاد. ولی تو بیشتر ان دوست داری. من مامانتو دوست دارم. همیشه هم زن اولم میمونه. آخ بیمیرم. من بهش وفادارم. ای جان پس هر شب بهش میگم بیاد برات برینه. آره بگو بیا برینه. دهنده واسه ببینم چقدر ظرفیت داری. به این مامانت چه حالی میکنه با این زبون. خیلی دهنه. مامانت خوشش میاد. حالا من نمیدونم. برو دیگه زرزر نکن. برو. سلام. گری؟ ببین به پرده دورت نمیخوردن چی آدمی باشی. من خیلی حولم میتونم. چی؟ نه واقعا. آره من واقعا حولم. نکنه از قصد این کارو کردی. آره داشتم فیلم میگه. فیلم چی میگرفتی؟ یوتیوب. خب راجع به چی حرف بزنیم؟ نمیدونم بیا در مورد داشتم. نه هیچی ندارم. چرا دیگه یه جو فرق داری. نه بیشتر. 95 نه بازم بیشتر. 5 شد دیگه. دیگه مسئله باور نمی کنی خدایی میخوام راستشو بگم. راستشو میگم. راستشو بگم. خب دیگه 95 5 تا بیشتر. صدی. خونتون کجاست؟ خب من در مورد داشتم بله. من 6 سام دارم. خدا نگهش داره برای تو سلطانو. برای کی؟ میگم خدا نگهشون داره برای اونی که باش قراره. ما صحبت کردیم که به تفاهم نه واقعا 6 سام کمه یعنی تو از اون پسره هستی یه دختر رو گول میزنی. متاسفم واسه